خب بالاخره داخل ایران رپ هم مجاز شد. سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو و به این چنل. امیدوارم که حالتون عالی باشه. شاید بپرسید این یعنی چی که داخل ایران رپ مجاز شد؟ همونطور که میدونید یک پلتفرم رسمی داخل ایران اقدام به انتشار یک برنامه کرده به اسم گنگ. این گنگ توسط علی زیا اجرا میشه و تعداد زیادی از رپرهایی که داخل ایران زندگی میکنن و داخل ایران دارن کار میکنن رو به این برنامه میاره با تعداد زیادی تماشاگر که حالا از سنین مختلف، آدمهای معروف غیر معروف رو اونجا جمع میکنن و اونجا اجرای زنده میذارن، چیزی شبیه یک کنسرت رپی. بعد از اینکه اولین قسمت این برنامه پخش شد، الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم یک قسمتش پخش شده. اولین قسمت مثل همیشه علی زیا سعی کرد با اسم محمد رضا شایع برای ویدیوی خودش، برای محصول خودش، برای برنامه خودش ویوی میلیونی بگیره. شاید فکر بکنید که این هم مثل برنامه بازی‌ها موفق شد، ولی واقعیتش اینه که نه. بعد از انتشار اولین قسمت این برنامه که مهمانش هم محمد رضا شایع بود، به شدت انتقاد شد به این برنامه، به محمد رضا شایع، به رپرهای دیگه، به افرادی که به علی زیا، به افرادی که توی این برنامه حضور داشتن یا قرار حضور پیدا بکنن و الی آخر. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که واقعا اگر رپ مجازه، یعنی اجازه دارن رپرها که در ایران اجرا بذارن، چرا امثال سورنا، امثال یاس، امثال نمیدونم غیر و غیر که اینا هم در ایران دارن زندگی میکنن اجازه همچین کاری ندارن؟ یا چرا زمانی که یاس بدون این که بخواد پولی بگیره از طرف جایی به اسم فیلم، اصلا اون موقع که فیلم و اینا نبود، از طرف پلتفرمی حمایت بشه، 0 تا 100 کاراشون رو خودشون میبستن، حالا چه اون، چه سروش لشکری، چه رضا پیشرو، چه علی سورنا و خیلی رپرهای دیگه که یه سریاشون که اصلا به خاطر شرایط بد اقتصادی کلا از موسیقی کنار کشیدن و رفتن دنبال یک داستان دیگه. چرا اینها در واقع بهشون مجوز داده نشد و چرا یک سری رپر بی خطر اصطلاحاً مثل کبریت بی خطر شنیدید حتما، یک سری رپر بی خطر اومدن و دارن این مجوز رو میگیرن، توی آپارات کار منتشر میکنن و الی آخر. خب حالا بحث اینه که آیا کلا ما با مجوز گرفتن رپرها مخالفیم؟ قطعا اینطوری نیست، چون که بالاخره این تابو باید یه روز شکسته بشه و رپرها دونه به دونشون بیان اجرا بذارن، بتونن توی کشور خودشون رسمی کار بکنن و الی آخر. اما بحث اینه که اگر قرار رپ مجاز بشه، باید برای همه رپرها وضعیت یکسانی مشخص بشه. همه باید در یک جایگاه اجرا بکنن، در یک جایگاه باید مجوز بگیرن و الی آخر. و ضمن اینکه خیلی از افرادی که انتقاد کرده بودن به این برنامه، این بود که انتقادشون این بود که خب شمایی که رفتی مجوز گرفتی یا داری با یک پلتفرم رسمی زیر نظر خب بالاخره یک سازمان کار میکنی که خب هیچ اشکالی هم نداره، چرا انقدر این داستان رو منکر میشی؟ یعنی به نظر خود منم کسی که میاد مجوزی که گرفته رو میگیره دستش نشون میده و میگه که آره آقا من مجوز گرفتم، دوست داشتم مجوز بگیرم، توی کشور خودم میتونم کار بکنم، خیلی بهتر از اونیه که میاد مثلا این کار رو میکنه و دائما دنبال این کار کردنش. یعنی دائما داره میگه که خب نه آقا من رپرم، من مجوز، اصلا مجوز مال رپ نیست، اصلا فلان نیست. شاید خیلی ها فکر میکنن مجوز یعنی که شما بری وزارت ارشاد یه تیکه کاغذ بهت بدن بگن خب این مجوز، برو از الان اجرا بکن. ولی در واقع الان دیگه اینجوری نیست که بخوان یه تیکه کاغذ بهت بدن. الان شما اگر باب میل وزارت باشی، خب طبیعتا میتونی با پلتفرم‌های مثل فیلیما، نماوا، نمیدونم فلان و فلان همکاری بکنی، میتونی نمیدونم تو خیابون یه نمیدونم مثلا میتینگ بذاری فلان و این داستانا. ولی چیزی که هست واقعا این که توی این حالا 24 ساعت 48 ساعت گذشته خیلی از رپرها اومدن انتقاد کردن، مخصوصا به شایع، که واقعا به نظر من هم نیازی دیگه نیست انقدر بخواد دیگه بیاد داخل در واقع این داستان و بخواد داخل مردم بیاد. و چون نظر شخصی من اینه که
کسی مثل علی ضیا یا پلتفرم های حالا افراد این چنینی واقعا دارن رپرهایی که یک عمر عقده کنسرت گذاشتن و عقده دیده شدن دارن ازشون سوء استفاده میکنن. یعنی شما ببین علی ضیا تا قیامت هم برنامه میساخت، هیچ وقت برنامهش به اندازه برنامه‌ای که محمد رضا شایعه رو آورد بازدید و ویو نمیگرفت. خب پس به نظر من یه همکاری دو طرف است ولی دو سربرد نیست، چون علی ضیا مثل شایعه محبوب نیست. خب یعنی شایعه وقت براش مهمه که تو خیابون میره همه دوستش داشته باشن، بهش به چشم یک رپر مردمی نگاه بکنن، ولی ضیا اینجوری نیست. ضیا میگه خب من پول خوب در بیارم. خب و این بازی به نظر من دو سر برد نیست، اگرم باشه دو سرش به سمت علی ضیا و پلتفرم هاست. موضوع دیگه اینه که خب شما میای توی یک برنامه اصطلاحاً رپی، حرفی از تتلو نمیزنی، حرفی از یاس نمیزنی، حرفی از حسین نمیزنی، حرف از رضا پیشرو نمیزنی، حرف از خیلی رپرهای دیگه که الان حتی دیگه پول کار کردن رپ رو ندارن نمیزنی، مگر اینکه البته اینو میگم توی این برنامه اسم ازشون برده شد، ولی فقط و فقط در واقع به دلیل این اسم برده شد که یک سری تماشاگرها از شایعه و ضیا سوال پرسیدن در مورد حسین، در مورد حالا این سری رپر دیگه که اسمشون اومد. ولی به طور معمول من خودم انتظار داشتم که افرادی مثل شایعه تو این برنامه حضور پیدا نکنن. نه اینکه این برنامه بعده، نه، به نظر من خیلی هم خوبه. بالاخره یه روزی اتفاقا باید میافتاد و 15 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش، حالا اونایی که یه ذره قدیمی تر رپ گوش میکردن میدونستن طرف با ترس و لرز تو زیرزمین خونش آهنگ میساخت، ترانه مینوشت، تکست مینوشت، میخوند، خیلی هاشون رو دستگیر میکردن، میبردن تو برنامه شوک و خیلی چیزهای دیگه. الان یک پلتفرم رسمی زیر نظر ساترا که دیگه میتونید به تحقیق بکنید که در واقع اصلا این حالا سازمان این ساترا اصلا چی هست، که خب یک پلتفرمی دارن، حالا فیلیمو چند تا پلتفرم دیگه است که دارن خیلی شیک کار میکنن و کارشون تولید برنامه و ایناست. چیز خوبیه، ولی دو تا موضوع هست. یکی این که متاسفانه الان تو ایران توی بحث رپ همیشه دیگه یعنی یک کاری کردن که دو دستگی ایجاد بشه. خب یعنی الان یک دسته اونایی هن که خب خارج از کشورن یا داخل ایرانن ولی به هیچ قیمتی حاضر نیستن دنبال مجوز، دنبال سانسور شدن برن. یه عده دیگه اونایی هن که توی ایران میگن که خب این کار رو بکنیم چه ایرادی داره، یا اصلا بذار ما شروع کننده این مسیر باشیم. ولی بعدش اینه که اون عده دوم که شروع کننده این مسیرن و دارن دنبال این داستانا میرن، دارن انکار میکنن. واقعا نیازی به انکار نیست. یعنی اصلا شما نیازی نیست بیای بگی که آقا من دنبال مجوز نمیرم، اصلا مجوز مال رپ نیست، من دنبال چیزی که بخواد شعرمو سانسور کنه نمیرم و الی آخر. تو وقتی میای این حرفو میزنی، بعد هفته بعدش میری تو پلتفرم مثلا فیلیمو توی برنامه گنگ با حضور یک مجری که قبلا در صدا و سیما کار میکرده و الان معلوم نیست که اصلا کدوم سمتیه، خب این خودش یه مجوز گرفتن، یه مجاز شدنه و خیلی هم عالی. یا اینکه مثلا در یک حال برنامه دیگه ای که قرار تولید بشه یا فکر کنم شده، برنامه گلیاپوچه که صابر ابر هست و محمد رضا شایعه اونجا هم حضور داره. پس مجاز شدن ایرادی نداره، اما به نظر من انکار کردنش ایراد داره. یعنی شما هم میخوای از این ور، هم میخوای این ور رو داشته باشی، هم این ور. یعنی میخوای بگی آقا من با رپرهای خیابونی معترض فلان یکی هم، من با اونا همراه هم، من فلان، ولی این ورم با اونایی هم که میخوان برنامه بسازن، میخوان پول خوب در بیارن این داستان، میخوان کنسرت بزنن، برنامه گذارن، پلتفرم رسمی ان الی آخر. این دوتا با هم جور در نمیاد. چون که ببین الان برنامه‌ای که به نظر من تا وقتی امیر تتلو، تا وقتی که یاس، تا وقتی که پیشرو، تا وقتی که سورنا، تا وقتی که خیلی این رپرها توی اون برنامه نمیان، یعنی که اون برنامه مشکلی داره.
اون برنامه ایرادی داره، اون برنامه ایراد ساختاری داره و مثل خیلی از برنامه‌های دیگه که ساخته شد شما میتونی بری برنامه‌تو بسازی، هر کی میخوای دعوت بکنی، ولی به نظر من حق نداری که بیای و هی بخوای مردمی بودن خودت رو، هی بخوای مجوز یا مجاز شدن خودت رو انکار بکنی. به نظر من اول ویدیو گفتم، باز هم میگم، کسی که میاد مجاز میشه برگه مجوزش رو حتی جلو دوربین توی استوریش نشون میده، خیلی بهتر و قابل احترام تر از اونیه که میاد با همه این پلتفرما کار میکنه و اصطلاحا مجاز و ای داره منکر میشه. خب نه، شما اگر اجرای مثلا ببین اگر اجرایی که توی این برنامه گنگ پخش شد رو نگاه بکنید، یه جایی که فحش، توهینه یا کلمه هایی هست خود شایع سانسور میکنه، یعنی اصلا دیگه نمیرسه به اینکه پلتفرم میخواد سانسور بکنه. و چیزی که ما یادمونه اینه که همه رپرها، مثلا رپرهای بزرگ، میگفتن که رپی که سانسور بشه رپ نیست. و من خودم از بچگی این جمله توی ذهنم رشد کرده. رپی که بخواد سانسور بشه رپ نیست. حالا مهم نیست توی پلتفرم سانسور کنی حرف منو یا من خودم سانسور کنم، اصلا مهم نیست، اون رپ از ریشه خارج میشه. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. ببخشید دکور خاصی نبود، میکروفون تجهیزاتیشی نبود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر نظری، حرفی، حدیثی هست زیر همین ویدیو میتونید کامنت بذارید. مرسی.